کنستیتوسیا به صفت قانون اولی زمینه‌های حقوقی پیشرفت جامعه را از طریق قبول قانون‌های نو گذاشته مناسبت‌های جمعیتی مختلف را تحت تنظیم قرار می‌دهد. شروع از سده 6 نوامبر سال 1994 که برای بار نخست جمهوری تاجیکستان طریق رأی پرسی عمومی خلقی کنستیتوسیای دولتی صاحب استقلال تاجیکستان را قبول نمود، همه ساله این سنه همچون سنه تاریخی همچون بختنامه ملت تجلیل می‌گردد. 1994 در حقیقت ما شاهد آن بودیم که در زمانی که به نهایت دوره گزارش دوره وزن‌ترین جامعه ما بود، دولتی عزیز ما بود، در آن زمان بحث و تلاش‌ها خیلی زیاد رفتن و بالاخره سرقانون جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیا از طرف پارلمان جمهوری تاجیکستان قبول گردید که این یک حجت تقدیرساز برای خلق و ملت ما عزیز توانست که در دوره خود صدها قانون‌ها را از اینجا از افشوره این برآمد و بالاخره نظامی حقوق در جامعه ما عملی گردید و امروز ما تمام پیشرفت جامعه خود را در این دوران استقلالیت از قبول این سند تقدیرساز می‌بینیم. من محمود و جسمینه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی از شهر پنجگند می باشم. خط تقدیر ما رخشان در این 10 باب و 100 ماده، هزار اسرار حق پنهان در این 10 باب و 100 ماده، در این 10 باب و 100 ماده صدای قلب هر ملت چی با قدر است هر انسان در این 10 باب و 100 ماده. کنستیتوسیا گفته قانون اساسی دولت را می‌نماید که از جانب مقامات قانونگذار و یا رایپرسی قبول می‌گردد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول گردیده است. به آن 3 مراتبه به طریق رایپرسی عمومی خلقی سالهای 1999، 2003 و 2016 تغییر و علاوه ها وارد کردند. کل مردم سربلند تاجیکستان را با این روز مبارک و فرخنده یعنی جشن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفته برایشان خانه آبادی، صحتمندی و روزگار خوش و آسوده تمنا دارم. بار دیگر 31مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. من اوجف کامرانجان آموزگاری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگند می باشم که امروز همچون یکی از شهروندان دوران استقلالیت در فضای آن کار و فعالیت کرده ایستادم. امروز که در سرتاسر جمهوری تاجیکستان روز مقدسترین اعتراف کرده شده است که روز 31مین سال کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را جشن میگیرم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یکی از مقدسترین مقدسات ما اعتبار کرده می شود که به آن از 10 باب و 100 ماده عبارت می باشد و ما شکرگزاری جوانان از آن می کنیم که دوران امروزه ما خیلی تنج و آرامی هست که در زیر این کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خیلی درباره جوانان، درباره رشد فعالیت وطن دوستی و استقلالیت ملی درج گردیده است. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر پنجگند خدایورده منوچهر امروز برای ملت تاجیک، برای خلق تاجیک یکی از سنه‌های خیلی مهم به حساب می رود. همه این صلح و آسایشتگی، وحدت، یکدیگر فهمی با تشبث و غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دست آمده است. ما باید شکرانه کنیم که به چنین روزهای نیک، به چنین روزهای خوشبختی رسیدیم و در یک فضای صلح و ثبات و یکدیگر فهمی کامل اون به سر برده ایستادیم. در سراسر مملکت روزی قبول کنستیتوسیا قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. در ماده اولی کنستیتوسیا تاجیکستان همچون دولتی دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد و یگانه دانسته شده است. یعنی این راه را ما بی بازگشت و ابدی قبول کردیم.
و این در زمان قبول شد که هنوز گفتگوزارها زیاد بودند و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان محض به همین چیز تکیه کردند که تاجیکستان دولت دنیوی و دموکراتی می شود، باید شود. و همینطور مثلا طول 31 سال است که ما با همین کانستیتوسیا، با همین قانون اساسی سر و کار میگیریم و همه روزه هر یکی ما در هر سری کار و هم در کارهای جمعیتی، هم دولتی، هم در مناسبت با تشکیلات مؤسسه ها، در همه جبهه ها ما از ماده های نشاندادهای کانستیتوسیا کار میگیریم و آن دستور است برای راه اندازی طرزی هم حیات جمعیتی، هم حیات دولتی و هم حیات شخصی. به آن خاطر میگم که مثلا حقوق شخص، حقوق منزل مثلا دخل ناپذیر است. این به هر یکی ما دخل دارد. در کانستیتوسیا همه جبهه های دولتداری، همه مقاماتی اساسی دولت وظیفه شون معین کرده شده است و در همین زمینه مثلا ما همه روزه احساس میکنیم که کانستیتوسیا چه پیش بینی کرده است و آن چگونه اجرا می شود. چیزی دیگر که جامعه جهانی اعتراف کرده است، کانستیتوسیای تاجیکستان از دموکراتی ترین کانستیتوسیای جهان محسوب می شود. یعنی همه حقوق، آزادی ها، عهدهداری های هم شهروند، هم دولت، هم جامعه در کانستیتوسیا ثبت شده است و من باور دارم که با اون راهی که کانستیتوسیا معین کرده است ما به دولتی پیشرفته متمدن تاجیکستان تبدیل می‌یابد. همه همدیاران را با روز کانستیتوسیا صمیمانه شادباش میگویم. من مراد علیزاده دلنازه دانشجوی کورس دومی اختصاص تاریخ و حقوق فاکولته تاریخ می باشم. کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 با طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول کرده شده است. در طول تاریخ کانستیتوسیای تاجیکستان 5 مراتبه سالهای 1929، 1931، 1937 و 1974 قبول شده است. به کانستیتوسیای تاجیکستان 3 مراتبه سالهای 1999، 2003 و 2016 تغییر و ایلاوه ها وارد کرده شده است. در سالهای 1999 و 2003 زیاده از 57 ماده ها تغییر و ایلاوه ها و در سالهای 2016 باشد زیاده از 40 ماده ها تغییر و ایلاوه ها وارد کرده شده است که معیارهای کهنه را با معیارهای نو و سنت‌های نو مطابق گردانیده شده. من مصطفی و گلسنم دانشجوی کورس یکی فاکولته تاریخ دانشکده آموزگاری تاجیکستان می باشم. درباره کانستیتوسیا ما چیزی گوییم باز کم است چون آن بختنامه ملتی ما می باشد. کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت می باشد. باب اول اساسهای ساختار کانستیتوسیونی از ماده 1 تا ماده 13. باب دوم حقوق، آزادی، وظیفه های اساسی انسان و شهروند از ماده 14 تا ماده 47. باب سیوم مجلس عالی از ماده 48 تا ماده 63. باب چهارم پرزیدنت از ماده 64 تا ماده 72. باب پنجم حکومت از ماده 73 تا ماده 75. باب ششم مقامات محلی حاکمیت دولتی و خوداداره از ماده 76 تا ماده 80. باب هفتم ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماده 80 تا ماده 83. باب هشتم سود از ماده 84 تا ماده 92. باب نهم پروکراتوره از ماده 93 تا ماده 98 و باب دهم ترتیب تغییر کانستیتوسیا از ماده 98 تا ماده 100 می باشد. باشنده شهر پنجکند سنگینوف جمعبای، هر یکی شما چخیلی که امروز آگاه هستید تاجیکستان ما جشن دارد. ایدی سرقانون جمهوری تاجیکستان، ایدی کانستیتوسیا این بختنامه ملت می باشد
همه ما امروز باید بهر آبادی تاجیکستان، پیشروی تاجیکستان حصه بی‌بهای خود را گذاشته نمود در کار. من می‌دانید که جناب عالی پیشوای ملت نسبت آبادی تاجیکستان بسیار کوشش‌ها کرده ایستادند. ما باید خلق تاجیکستان از همین چیزها خلاصه برآورده سرقانون تاجیکستان را رعایت کنیم. قانون این برای همه دغ دارد. هر یک ساختار دولتی باید به قانون دولتی اطاعت کند و از روی قانون دولتی رفتار کند. تاجیکستان کشور هر جوانش دادر دخترانش خواهر ارمیش تاجی سر قربانی خاکی پایت ای مادری عزیزم جان و دلم فدایت ای مادری عزیزم شبها نخفته ای تو چون گل شکفته ای تو جان و دلم فدایت ای مادری عزیزم عزیزان ببینید این شب چه شب است جدایی مادر و فرزند چه سخت است در کاخ فرهنگ بانم علیم بابایف شهری پنجکن نیز به مناسبت 31 سالگی قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چهاره‌بینی با شکوه فرهنگی پیشکش حاضرین گردانیده شد. برنامه تنتنوی با شنیدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان شروع گردید. در رئیس شهری پنجکن عبدالخالق خالقزاده در آغاز پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده را به سهم حاضرین رسانیده همگان را به مناسبت روز قبول کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شاد باش گفت. رئیس شهر اعلام نمود که کانستیتوسیا به دولت و جامعه تاجیکستان امکانیت فراهم آورد که در مدتی خیلی کوتاه به کامیابی‌های نظررس نائل کردند. خلق تاجیک با تکیه به میراث فرهنگی و معنوی ملت به کشوری تبدیل یافت که در آن هویت ملی بالا رفته، مردم شرفمند آن از ذخیره معنوی خویش بهره گرفته پابرجا و استوارتر گردید. اینچنین در کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اعلان گردید که تاجیکستان دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد و اجتماعی بوده برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. همچنین
انسان حقوق و آزادی های آن ارزش عالی اعتراف گردیده حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق های فطری او دخل ناپذیر اعلام کرده شد. بهر شفاف و ثمراناک و در فضای بازداری و موازنت اجرا گردیدن صلاحیت مقامات حاکمیت دولتی بار نخست در کنستیتوسیا غایه حاکمیت داری در اساس تجزیه آن به حاکمیت قانونگذار اجرایی و سودی مقرر گردید. اینک ما 31 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را تجلیل می نماییم و مردم تاجیک با کمالی افتخار همه ساله 6 نوامبر را همچون روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جشن می گیرند. در فرجام با استفاده از فرصت مناسب همه حاضرین گرامی را با این روز فرخنده مبارکباد نموده برایشان سلامتی و خانوادگی، پیروزی و سربلندی و بهر پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان موفقیت های بی‌نظیر را تمنا نمود. روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را که در تاریخ دولتداری نوینمان سنه واقعا تقدیرساز و تاریخی به حساب می رود با ساکنان شرفمند ولایت از جمله شهر پنجکن صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم. باعث تاکید است که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 با جانبداری اکثر شهروندان کشور که در محاکمه و همه طرفه بررسی گردیدن لایحه آن اشتراک نموده بودند طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید. کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال سند است که در آن مقدسترین نعمت زندگی استقلال و آزادی خلق ما افاده یافته از لحاظ حقوقی برای تأسیس و پایداری رکنهای اساسی دولتداری نوین به دست آمدن صلح و ثبات، وحدت ملی، تمام دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمینه با اعتماد حقوقی را فراهم آورد. به عباره دیگر کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اساسهای دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی ما را تشکل داده برای اشتراک آزادانه و وسیع شهروندان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور و اداره دولت راه وسیع را باز نمود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مورد ارزش‌های کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه نموده از جمله تاکید نمودند. کنستیتوسیای تاجیکستان در اساس ارزش‌های ملی و عمومی بشری انسان حقوق و آزادی‌های او را همچون ارزش عالی اعتراف نموده رعایت و حفظ حقوق‌های انسان را از جانب دولت کفالت داده است که این بیانگری واقعاً به جامعه متمدن معاصر پیوستن تاجیکستان می باشد. باعث افتخار است که با نظرداشت ارزش‌های والا کنستیتوسیای تاجیکستان از جانب کارشناسان بین المللی در قطار 5 کنستیتوسیای بهترین دولت‌های عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعتراف گردیده است. شایسته تاکید است که با نظرداشت رشد و ترقیات جامعه و ضرورت تکمیل دادن معیارهای کنستیتوسیای سالهای 1999 2003 و 2016 هم توسط رایپرسی عمومی خلقی به آن تغییر و علاوه‌های مهم و ضروری وارد کرده شدند. این عمل به گسترش منبعده روندهای دموکراتیک کنانی حیات جامعه کشور عزیزمان و کفالت رعایت و حفظ حقوق و آزادی انسان زمینه حقوقی را تحکیم بخشید. امروز در اساس رعایت و اجرای بی‌چون معیارهای کنستیتوسیا در تاجیکستان صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و پیشرفت و ترقیات تأمین گردیده مردم سعادتمند کشور تحت راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در جاده عملی سازی هدفهای سازنده خود استوارانه پیش می‌روند. در برابر این ضرور است که در شرایط امروزه تهدید غایه‌های خطربار با ارزش‌ها و مقدسات ملی اهل جامعه و مخصوصا نسل آینده‌ساز ملت در روحیه احترام به کنستیتوسیا، رعایت و اجرای قانون‌ها و به این واسطه حفظ و گرامی‌داشت ارزش‌های مقدس وطنداری تربیت کرده شود، زیرا پیشرفت وطن محبوبمان و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم محض در نتیجه تطبیق با مرام معیار و مقررات کنستیتوسیا میسر می‌گردد. با چون نیت‌های نیک بار دیگر روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با همگان تبریک گفته خوشبختی و سعادت روزگار آرزو می‌نمایم. روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال مبارک باشد.
раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода. ҳамдиёрони азиз, ҳозирини гиромӣ, ба шарофати истиқлоли давлатӣ ки бо талошҳои фидокоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи тоҷик насиб гаштааст, ҳамасола 6 ноябр рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тантана таҷлил намоянд. Бинобар ин дар ин лаҳзаҳои фараҳбахш бо як ҷаҳон таманниёти нек ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ ва мардуми шарифи Панҷакенди Бостониро ба муносибати рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик менамоям. ҳозирини гиромӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз карда буданд: Конститутсия барои аз байн бурдани хатаре ки ба истиқлоли давлатӣ таҳдид мекард, шароити зарурии ҳуқуқӣ муҳайё карда, барои аз нобудӣ наҷот додани давлати тоза истиқлоли тоҷикон ва аз парокандагӣ раҳоӣ бахшидани миллати тоҷик асос гузошт, ҷиҳати расидан ба ваҳдати миллӣ таҳкурсии устувор гардид ва дар он марҳилаи ҳассоси таърихӣ барои гузоштани асосҳои аркони давлатдории миллӣ нақши тақдирсозу ҳалкунанда бозид. Воқеан қабули ин санади муҳими сиёсӣ аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ дар таърихи 6 ноябри соли 1994 яке аз дастовардҳои бузурги даврони соҳибистиқлоли кишвар мебошад. ин санади олии сиёсиву ҳуқуқӣ роҳи рушди минбаъдаи давлати соҳибистиқлоли тоҷиконро барои садсолаҳо муайян намуд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чун бахтномаи шаҳрвандони ҷумҳурӣ дорои арзиши баланди сиёсиву ҳуқуқӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ, таърихию миллӣ буда дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, фароҳам овардани шароити мусоид барои гуногун андешӣ, озодии сухан ва фаъолияти озодии иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. амалисозии ин вазифаи душвору мураккаб танҳо баъди иҷлосаи таърихии 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. дар ин иҷлосия масъалаи таҳияи Конститутсия баррасӣ гардид ва бо роҳбарии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комиссия барои таҳияи лоиҳаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодакунандаи афкори пешқадами мардуми кишвар бо ташаббус ва иқдоми дурандешонаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми кишвар барои муҳокима ва изҳори нуқтаи назар пешниҳод шуда буд. тағйиру иловаҳое ки 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ворид гардиданд, ба дақиқ намудани шакли идоракунӣ, такмили сохтори мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мушаххас намудани ваколатҳои мақомоти давлатӣ, танзими фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ аз нигоҳи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи арзишҳои демократӣ ва ризоияту ҳусни тафоҳум дар ҷомеа мусоидат карда, манфиатҳои тамоми халқияту миллат, динҳо, ривоҷи фарҳангу маданият, забон ва ҳифзи оину суннатҳои онҳоро кафолат медиҳад. дар Конститутсияи Тоҷикистон арзишҳои олии миллии мо, сохторҳои давлат, волояти қонун ва ҳуқуқу озодии инсон, яъне ҳақ доштан ба зиндагии озод, гиромидошти қадру номуси шаҳрванд ҳамчун арзиши олии давлатдорӣ эътироф ва муайян карда шудаанд. ҳамчунин ин ҳуҷҷати ҳаётбахш чун номаи бахту саодати мо дар ҳар сатри худ ирода ва азми қавии мардуми моро ҷиҳати бунёди давлати миллӣ, тағйирнопазирии шакли давлатдорӣ ва тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ҳадафҳои иҷтимоӣ доштани ҷомеаи кунуниамонро бозгӯ кардааст. имрӯз
این سند عالی حقوقی ما از جانب سیاستشناسان و حقوقشناسان جهان چون یکی از 5 کنستیتوسیون بهترین در بین دولت‌های جهان شناخته شده است. مردم تاجیکستان با قبول این سند عالی سیاسی و حقوقی به جامعه جهانی اعلام کرد که صاحب دولت دموکراتیک حقوق بنیاد دنیوی و یگانه هست و ارزش‌های ملی خود را گرامی می‌دارد. تمامیت ارزی خود را اعتراف می‌نماید. جانبدار جامعه عدالت پرور است و با جامعه جهانی در اساس احترام برابر حقوقی و تحکیم دوستی و برادری مناسبت می‌کند. حاضرین گرامی، در شرایط معاصر جهانی شدن تمدن‌ها و افزودن خوف و خطرهای اکستریمیسم و تروریسم از ما تقاضا می شود که همچون شهروند کامل حقوق کشور جهت رعایت معیارهای کنستیتوسیون و دیگر قانون‌های عمل کننده تاجیکستان سعی و تلاش کرده بعد حفظ ارزش‌های ملی خود کوشش نماییم و مقابل برخورد تمدن‌ها، آمیزش فرهنگ‌ها، وضع مرکب سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه و دولت‌های جهان واکنش نشان داده ایستادگی کنیم و منفعت‌های ملی‌مان را حمایت نماییم. باور دارم که مردم سربلند شهر باستانی پنجکند همیشه با احترام گذاشتن به این سند عالی حقوقی و رعایت دقیق معیارهای آن وظیفه شهروندی خود را سربلندانه اجرا خواهند کرد، زیرا گرامی داشتن مقررات کنستیتوسیون کفیل تأمین قانونیت، پیروزی عدالت و امنیت و صلح و ثبات سیاسی در جامعه می باشد. بار دیگر اظهار می نمایم که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همچون افاده کننده و روشنگر راه به سوی آینده نیک و پرسعادت ما بوده، من بعد نیز با رعایت ارزش‌های والای دموکراسی و حقوقی برای هر یک شهروند شرایط مساعد و شایسته زندگی و فعالیت را مهیا می‌سازند. در خاتمه بار دیگر سنه فرخنده 31 سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را از صمیم قلب شادباش گفته با افتخار اظهار میکنم که مردم پنجکند باستانی در پرتو نشاندادهای کنستیتوسیون دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و راهنمایی‌های معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی و سازندگی و دستاوردهای نظررس در تمام ساحه‌ها استقبال می‌گیرند. روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مبارک همدیاران عزیز. بخش سیاسی جمع‌آمد تنتنوی را بخشیده به 31مین سالگرد روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حسن انجام می‌بخشیم.
تاجیکستان از صحنه برآورده می شود. چاره‌بینی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر پنجکند به جشن حسن دگرزم نمود. روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگوییم. امروز سرتاسر مملکت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با تنتنه تجلیل میگردد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون سند معیاری و حقوقی اعتباری بلندی حقوقی داشته ارزش عالی دولت و ملت محسوب می‌یابد. برحق کنستیتوسیا مایه افتخار و سرفرازی هر یک شهروند وطن دوست می باشد. کنستیتوسیا بختنامه ملت است. در این لحظه های تاریخی همه شما را به مناسبت 31مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته برایتان صحتی کامل، آسودگی و روزگاری فراوان را تمنا داریم. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمت‌های افزون، شکر بر اقبال ما، شکر بیداری ملت، ملتی بیداری ما، بخت بینگر می شتابد بحری استقبال ما. اینک برنامه فرهنگی هنرمندان و هوسکاران شهر پنجکند را به مناسبت 31مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. مرحبا. ما خلق تاجیکستان قسمی جدا نشونده جامعه جهانی بوده خود را در نزد نسل‌های گذشته حاضر و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته تأمین صاحب اختیاری دولت خود و رشد و کمال آن را درک نموده آزادی و حقوق شخص را مقدس شمرده برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت ها را اعتراف کرده بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داده همین کنستیتوسیا را قبول و اعلان می نماییم. خوردن اتحاد شوروی جمهوری تاجیکستان
روزی 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی خود را اعلام نمود. با به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ضرورت تأسیس سند اساسی دولتی کنستیتوسیا به میان آمد. کنستیتوسیا تاجیکستان را دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه اعلام می‌کند. آن حقوق آزادی های انسان، ساختار حاکمیت و ترتیب فعالیت دولت را معین می‌کند. کنستیتوسیا سند اساسی دولت بوده، رمز استقلالیت و وحدت ملی میباشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 به طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول کرده شد. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 3 مراتبه تغییر و اضافه ها وارد کرده شد. 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایونی سال 2003 و 22 می سال 2016. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت است. باب 1 اساسهای ساختار کنستیتوسیونی. باب 2 حقوق، آزادی، وظیفه‌های اساسی انسان و شهروند. باب 3 مجلس عالی. باب 4 پرزیدنت. باب 5 حکومت. باب 6 حاکمیت محلی. باب 7 ولایت مختار کوهستان بدخشان. باب 8 سود. باب 9 پروکراتورا. باب 10 ترتیب تغییر کنستیتوسیا. باعث افتخار است که کنستیتوسیای از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شده تاجیکستان یکی از 5 کنستیتوسیای بهترین دنیا اعتراف گردیده است. روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارک. در ماده 3 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است رمزهای دولتی تاجیکستان پرچم، نشان و سرود ملی است. زنده باش ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. از نشان پیروی
моддаи 34 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд. Хушбахту хушиқболем бо парчами баландаш менозему меболем зораи истиқлолем хушбахту хушиқболем бо парчами баландаш менозему меболем сад шукри ин озодӣ сарсабзию ободӣ садоқати ватанро мо аз шумо омӯзем дар ин диёри зебо хушбахтему хушрӯзем фардо барои ватан фардо барои ватан фарзандони дилсӯзем фарзандони дилсӯзем фарзандони дилсӯзем фарзандони дилсӯзем шавад мунаввар аз нури чашмони мо шумо кунед ифтихор ҳам тоҷикистони мо ватан шавад мунаввар аз нури чашмони мо шумо кунед ифтихор ҳам тоҷикистони мо фардо барои ватан фардо барои ватан фарзандони дилсӯзем фарзандони дилсӯзем фарзандони дилсӯзем фарзандони дилсӯзем замину осмон донад ҷаҳони бекарон донад ҳама хурду калон донад ватан якто бувад моро сари боло бувад моро сари боло бувад моро бидонад хӯрамии мо нишоду беғамии мо вафою ҳамдамии мо ватан якто бувад моро сари боло бувад моро сари боло бувад моро бидонад ҳар китоби мо саволи мо ҷавоби мо пайдони шитоби мо ватан якто бувад моро сари боло бувад моро сари боло бувад моро бигӯяд пешвои мо ҳабибу раҳнамои мо шабу рӯзон барои мо ватан якто бувад моро сари боло бувад моро сари
مادهی 40 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هر شخص حقوق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه ایجادی بدیعی علمی و تکنیکی شرکت ورزد و از دستاوردهای آنها استفاده کند. نسل آریانم ملتی کیانم رستمی زمانم من تاجیکم کوهی سر بلندم کانی بگزندم شاد و ارجمندم من تاجیکم رودی پر خروشم وارسی کروشم باری خود بدوشم من تاجیکم اهل علم و دینم با سرزمینم چشمی کم نبینم من تاجیکم خلقی تاج دارم باز خاک سارم گیله ندارم من تاجیکم تاجیک مرد بود مرد بیمونم تاج دارو خود سر بیمونم تاجیک مرد بود مرد بیمونم تاج دارو خود سر بیمونم با دلی کشاد و مهر و اعتماد دوستی اهلی در بیمونم با دلی کشاد و مهر و اعتماد دوستی اهلی در بیمونم گداها مالی من را بودن دشمنانم آخیر مرهم نبودن گرچی هم کی بودم گرچی هم حسودم با زبانی من لک الله سرودم در میانی سنگم خیش را گداختم من به ملکی هیچ کس درگیز نتاختم سالها بسوختم تا وطن بساختم سازی شش مقامم تا فلک نباختم تاجیک مرد بود مرد بیمونم تاج دارو خود سر بیمونم تاجیک مرد بود مرد بیمونم تاج دارو خود سر بیمونم با دلی کشاد و مهر و اعتماد دوستی اهلی در بیمونم با دلی کشاد و مهر و اعتماد دوستی اهلی در بیمونم در ماده 4 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان آمده است پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است. عجب شهر دلارای دوشنبه خیالم زیب دنیای دوشنبه
بنیاد جامعه پیشرفته، احترام قانون، بلند برداشتن معرفت حقوقی و تأمین ولایت قانون را تقاضا می کند. ما باید احترام و سجده کردن را به قانون آموزیم، از چهارچوبه کنستیتوسیا بیرون نبرایم و کوشش نماییم که قانون و قانونیت میزان واقعی زندگی، پایداری حیات هر روزه و نظام همیشگی دولتداری ما گردد.
конституция президент мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия аст. Президент ҳомии конституция ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад. ای ننگونام ما ای صبح شام ما در راه سرنوشت صاحب مقام ما ای رهنورد بخت ای زیب تاج و تخت ای روحی استوار ای مرد ننگوار ما در بری توی بالو بری توی در راهی راستی ما سری توی ما در بری توی بالو بری توی در راهی راستی ما سری توی بنیاد کرده ایم شهری سیریشت را آباد کرده ایم قصر مراد را بنیاد کرده ایم شهری سیریشت را آباد کرده ایم ما در بری توی بالو بری توی در راهی راستی ما سری توی ما در بری توی بالو بری توی در راهی راستی ما سری توی از پیمان راهی دوست خلق و وطن کنون پشت و پناه توست از قبله گهدار پیمان راهی دوست خلق و وطن کنون پشت و پناه توست ما در بری توی بالو بری توی در راهی راستی ما سری توی ما در بری توی بالو بری توی در راهی راستی ما سری توی ما در بری توی ما جوانان قلبی دیداری وطن صف به صف هر روز در کاری وطن ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ با گلی ملکی دیگر خاری وطن
پیوستش یک گل چیدم یک گل چیدم کوته مگردان دستی امیدم دستی امیدم ای دستی امیدم کوته مگردان دستی امیدم دستی امیدم ای دستی امیدم ای دستی امیدم عکسی مهتاب در آب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب در کف یار گلاب است امشب در کف یار گلاب است امشب ما می عشق و وفا می نوشیم ما می عشق و وفا می نوشیم دلی ما مستی شراب است امشب دلی ما مستی شراب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب در کف یار گلاب است امشب در کف یار گلاب است امشب مطرب آغاز کن آهنگ و طرب مطرب آغاز کن آهنگ و طرب که دم چنگ و رباب است امشب که دم چنگ و رباب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب در کف یار گلاب است امشب در کف یار گلاب است امشب از پی مطلب امید و وصال از پی مطلب امید و وصال دیده ها دور ز خواب است امشب دیده ها دور ز خواب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب عکسی مهتاب در آب است امشب در کف یار گلاب است امشب در کف یار گلاب است امشب در کف یار گلاب است امشب رمز لبانی شکرت نی شکرین است ای لب شکری من هم خانه دل از روح تو شعله‌ورین است شمس و قمری من سرویزی بالای تو رشکی چمنی گل ای یار گلندام از خوانش تو بلبلی گویا و خجیل است صاحب هنری من ای لب شکری من شمس و قمری من ای یار گلندام صاحب هنری من ای یار گلندام صاحب هنری من گلهای جهان خنده گرفت از گل رویت چون کردی تبسم باران بهار موج گرفت در دل صحرا از چشم تری من لیلی و شیرین صاحب روزگار سیاه شد از چشم سیاهت جان کندنی فرهاد و دیوانگی مجنون باشد بسری من ای لب شکری من شمس و قمری من ای یار گلندام صاحب هنری من ای یار گلندام صاحب هنری من ای یار گلندام صاحب هنری من حدودی اسلام تقسیم نشونده و دخل‌ناپذیر می باشد. صاحب اختیاری، استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان را دولت تأمین می نماید. در ماده 7 آمده است که تاجیکستان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌ها، شهرها، ناحیه‌ها، شهرک‌ها و دهه‌ها عبارت است. فخرم که وطن چو تاجیکستان دارم، ختلان و خوجند و هم بدخشان دارم. شکرانه درواز و رشت و نارک، کولاب و حصار و هم زرفشان دارم.
تاجیکم را تاج دوران بیشمرم ذات پاک و فر یزدان بیشمرم تاجیکم را تاج دوران بیشمرم ذات پاک و فر یزدان بیشمرم کاخ وحدت شد بنای عصر نو کاخ وحدت شد بنای عصر نو شخص دونش حال سامان بیشمرم شخص دونش حال سامان بیشمرم تاجیکم را تاجی زرینش بس است اعتقاد و دین و آیینش بس است تاجیکم را تاجی زرینش بس است اعتقاد و دین و آیینش بس است از اوستا تا کتابی تاجیکم از اوستا تا کتابی تاجیکم در سخن الفاظ شیرینش بس است در سخن الفاظ شیرینش بس است بوی زی سری زلفی نگاره به من آره یک بار از آن تیره مشکل به من آره بوی زی سری زلفی نگاره به من آره یک بار از آن تیره مشکل به من آره به من آره آها به من آره به من آره آها به من آره تو گلی لاله ما نسرینم جان تو گلی لاله ما نسرینم جان ماهی نو دیده جمالت بینمه ماهی نو دیده جمالت بینمه تو گلی لاله ما نسرینم جان تو گلی لاله ما نسرینم جان ماهی نو دیده جمالت بینمه ماهی نو دیده جمالت بینمه خدکت بینم نازت بینم جان خدکت بینم نازت بینم جان بگیردی قدت گل ها چینمه بگیردی قدت مرجان چینمه تو گلی لاله ما نسرینم جان تو گلی لاله ما نسرینم جان ماهی نو دیده جمالت بینمه ماهی نو دیده جمالت بینمه عیدت مبارک ای ملتی من عیدت مبارک
دولتی تاجیکیم و یک دل و جانیم، پرتو یک صبح تابانیم، شعله یک ماه شام افروز، نور یک خورشید تابانیم. وحدتی ما اقتداری ما، وحدتی ما افتخاری ما. وحدت نشان غیرتی مردان ملت است، وحدت بقای دولت و فردای ملت است، وحدت نشان غیرتی مردان ملت است، وحدت بقای دولت و فردای
конституцияро барҳақ бахтномаи миллат меноманд, зеро он ифодакунандаи манфиат ва ормону иродаи халқи шарафманди тоҷик дар роҳи бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона аст. در صف پیشی وطنخواهان این کشور تویی، عبرتی هر یک وطنخواه و وطن پرور تویی. در ره امروز و فردا خلق را باور تویی، پیشوا و رهنما و رهبر و سرور تویی. منبری جهانی با شوکتی کیانی، با لحن آریایی آید صدای تاجی. آبی حیاتی عالم، راهی نجاتی عالم، سمتی نشاطی عالم، زیری لیوای تاجی. از رهکشای میلاد، فردا نمای میلاد، صدق و صفای میلاد، از پیشوای میلاد. از رهکشای میلاد، فردا نمای میلاد، صدق و صفای میلاد، از پیشوای میلاد. از پیشوای میلاد، از پیشوای میلاد. پیغام صلح و وحدت، پیمان فتح و نصرت، سیمای تاج و دولت، عشق و وفای تاجی. نور و ضیا بریزد، ساز و نوا بریزد، فیض و سخا بریزد در پیش پای تاجی. از رهکشای میلاد، فردا نمای میلاد، صدق و صفای میلاد، از پیشوای میلاد. از رهکشای میلاد، فردا نمای میلاد، صدق و صفای میلاد، از پیشوای میلاد. از پیشوای میلاد، از پیشوای میلاد. تاجیکستان، دلشاد تاجیکستان، وحدت سرای تاجی. میراثی سود و سامان، پیوندی عهد و پیمان، دنیای مهری رحمان، شهرت فضای تاجی. میراثی سود و سامان، پیوندی عهد و پیمان، دنیای مهری رحمان، شهرت فضای تاجی. از رهکشای میلاد، فردا نمای میلاد، صدق و صفای میلاد، از پیشوای میلاد. از رهکشای میلاد، فردا نمای میلاد، صدق و صفای میلاد، از پیشوای میلاد. از پیشوای میلاد، از پیشوای میلاد، از پیشوای میلاد. هموطنان عزیز، قبولی کنستیتوسیای تاجیکستان که در راه بنیاد و رشد دولت نوین تاجیکان نقش سرنوشت ساز دارد، یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلال میباشد. گذشته سالها ثابت نمود که راه پیش گرفته مردم صاحب فرهنگ و تمدن‌ساز تاجیک جهت بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی که در کنستیتوسیای دولت
صاحب اختیار تاجیکان در شده است، یگانه راه درست و تجسم کننده منفعت‌های ملی، تکان بخش رشد با نظام دولت و تأمین سازنده زندگی آرام و باثبات جامعه می باشد. همه مردم سربلند تاجیکستان را به افتخار این جشن فرخنده صمیمانه تبریک میگویم و به خرد و بزرگ کشور اقبال نیک و زندگی با سعادت آرزو می‌نمایم. با همین چاره‌بینی فرهنگی بخشیده به 31مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حسن انتها می‌یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.